موضوع صحبت امروزم این فرمایش حضرت سید الشهدا سلام الله علیه است. این صحبت امام حسین رو تابلوی زندگی خودمون قرار بدیم. جمله کوتاست اما تمام زندگی انسان با همین جمله کوتاه میتونه رقم بخوره. قال الحسین علیه السلام رضا الله رضانا اهل البیت، رضا الله رضانا اهل البیت. خواسته خدا خواسته ما اهل بیت است. خواسته ما اهل بیت همون خواسته خداست. ببینید انسان تو زندگی خودش آرزو، خواسته و میلهایی داره، اما اگر میخواد بدونه این خواسته هاش درسته یا خواسته هاش نادرسته. بله، خواسته های حق یا خواسته های ناحق و باطلیه. از کجا بفهمیم؟ بله، تو روایات ما اومدن یک ملاک قرار دادن. ببین این خواسته های تو در راستای خواسته های خداست، این درسته. اما اگر خواسته های تو در راستای خواسته خدا نباشه، این میشه شیطانی. درست شد؟ بارها و بارها از ما شنیدید ما یک کلمه داریم خود، یک کلمه داریم خدا. خود و خدا. اگر خواسته های ما بر محور خواسته های خدا باشد میشه ارزشمند. اما اگر ملاک و معیار در خواسته ها خودمون باشیم نه خدا، خواسته هایی که ما میگیم فراوونه. دقت کردیم؟ خواسته در گفتن، خواسته در سفر کردن، خواسته در خونه خریدن، خواسته در ماشین خریدن، خواسته در ازدواج کردن، خواسته در صاحب فرزند شدن. یکی میاد اینجور دعا میکنه رب هب من لدنک ذریة طیبه. ببین بچه میخواد، اما همین بچه خواستن رو وصل میکنه به خدا. رب هب لی، خدایا این بچه‌ای که میخوام یه هدیه از طرف تو باشه. هب لی من لدنک، اما هر بچه‌ای نمیخوام. ذریة طیبه. درست شد؟ اما یکی نه، اصلا در خدمتتون عرض کنم که فرزنددار شدن خدا رو مد نظر قرار نمیده. از کردن تو همه ابعاد زندگی یه وقت میگه من خواستم را تنظیم میکنم با خواست خدا، اما یه وقت در خواسته های من خواست خدا مطرح نیست. میگه چرا فلان حرف زدی؟ میگه دلم خواست. نمیگی؟ بله؟ چرا فلان کار انجام کردی؟ دلم خواست. اگه دل خواستن باشد باختیم. اما اگر نه، میگه من هر کاری کردم به خواست خدا. درست شد؟ حالا امام حسین میفرماد رضا الله رضانا اهل البیت. خواست خدا، رضایت خدا، رضایت ما اهل البیت. درست شد؟ امام حسین تو چی کار میکنی؟ چه خواسته ای داری؟ بله؟ همونی که خدا بخواد. پایان عمرش هم چی گفت؟ الهی رضا خدای حسین راضی میشه اونی که مقدر تو باشه، قضای تو باشه. درست شد؟
مطلب دوم اینه که حالا اگر ما خواستمان طبق خواست خدا باشه چی گیرمون میاد و اگر خواستمون خواست خدا نباشه چه تبعاتی داره. حدیثی دیدم امروز از امام باقر سلام الله علیه. امام باقر میفرماد خدای متعال فرمود به عزتی و جلالی، خیلی حرفه، به عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم هیچ بنده ای خواست من خدا را بر خواست خودش مقدم نمی دارد، من تو همین دنیا 5 چیز بهش میدم. خیلی خوب آدم معامله با خدا بکنه. یه وقت ما قسم میخوریم، یه وقت خدا قسم میخوره. خدا میگه، این متن عبارت از اون باقره، خدا فرمود به عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم مقدم نمی دارد بنده ای هوای علا هوا، خواست من خدا را بر خواست خودش مقدم می داره مگر اینکه من 5 چیز رو تو همین دنیا بهش میدم. 1، اول چیزی که من بهش میدم بی‌نیازی از بیگانه، بی‌نیازی از بیگانه، به هیچ کس محتاج نمیشه، فقط محتاج من خدا میشه. درست؟ یعنی من هواشو دارم. یکی از چیزایی که هواشو دارم اینه که او رو به غیر واگذار نمیکنه، محتاج به غیر نمیکنه. کم چیزیه؟ بله؟ کسی که بیاد خواست خدا رو بر خواست خودش مقدم بداره، خدا میگه من او را بی نیاز از غیر میکنم. 2، به فکر آخرتش دمساز میکنم. یعنی همش به فکر چیه؟ آخرت میشه، از آخرت غافل نمیشه. الان بسیاری از ماها بسیاری از اشتباهات رو که میکنیم به خاطر اینکه از آخرت غافلیم. اما خدای متعال میفرماد هر کی خواست من رو بر خواست خودش مقدم بداره از آخرت غافل نیست. از شما سوال میکنم ما همه زحمت هامون برای کجا باید باشه؟ بله؟ قرآن میگه تزودوا، زاد و توشه بردارید، دست خالی نرید. علی علیه السلام تو نهج آه آه من قلت الزاد، علی داره آه میکشه. علی میگه این سفر طولانی که من دارم زاد و توشه من علی کمه. قرآن هم میفهمد تزودوا، زاد و توشه بردارید، دست خالی نرید. کی من برای آخرت دست خالی نمیرم؟ زمانی که به فکر آخرت باشم. اما اگر غافل از آخرت باشم، بله دستم خالی. یا آیه داره برای کسانی که دست خالی میدن، خیلی هم زیاد خوردیم. بله رب ارجعون، رب ارجعون. چرا باید دستم خالی؟ زاد توشه بر لعلی اعمل صالحا، عمل صالح زاد توشه است. کی اون موقع عجز و ناله میکنه؟ رب ارجعون، کسی که به فکر آخرت نبود، غافل بود. اما کسی که به فکر آخرت باشه شب و روز تلاش میکنه زاد و توشه بردارد. درست شد؟ پس فایده دوم مقدم داشتن یاد خدا، خواست خدا بر خواست خودش، خدای متعال میفرماید که او رو با فکر آخرت دمساز میسازد. یعنی یک لحظه از آخرت غافل نیست. خیلی ارزش داره عزیزان.
من بدانم که تو آخرت بله اینجا داده توشهی برمیدارم که اونجا بتون قشنگ پاسخگو باشه. اما اگر چیزی نداشته باشم پاسخگو نیست. مثل یک مجرمی رو میبرن دادگاه، رئیس دادگاه وقتی ازش سوال بکنه چیزی جواب نداشته باشه. اما اگر کسی بله تو دادگاه بره، زبان ما فارسی میگه اون که حسابش پاک است از محاسبه چه باک است. بله کسی که حسابش پاک باشه از محاسبه ترسی نداره. دانش آموزی که از روز اول مدرسه تا موقع امتحان خوب درس خونده باشه از امتحان میترسه؟ بله آماده است دیگه. کی از امتحان میترسه؟ اون دانش آموزی که درس نخونده. پس دومین فایده این که انسان خواست خدا رو بر خواست خودش مقدم بداره، یعنی خدا رو با یاد آخرت دمساز می‌سازه. 3 این قشنگ از هلاکت حفظش میکنن. از هلاکت قرآن میگه لا تلقوا به ایدیکم الت تهلکه. دقت کردید؟ با دستای خودتون رو به هلاکت نندازید. هلاکت چیه؟ جهنمه. اما خدا میگه کسی که خواست من رو بر خواست خودش مقدم بداره من او رو از هلاکت و لغزش حفظش میکنم. چه حافظی بالاتر از خدا؟ فالله خیر حافظ. بهترین محافظ برای انسان کیه؟ خداست. کی خدا محافظ ما میشه؟ خواست او رو بر خواست خودمون مقدم. دیدن؟ خیلی وقتها از یک سفر جا میمونید، بعد از مدتی میبینید حکمت در همین بود که این سفر گاهی اوقات میخواستید کاری انجام بدید، مانع پیش اومد اون کار رو انجام ندادید، بعد میگه خوب شد انجام ندادن. این محافظت ها از طرف کیه؟ خداست. هواتون داره، هر حرفی نزنی، هر جا نری، هر کاری رو انجام ندی. یعنی پشت این قضیه لطف و محافظت خداست. درتان بود. 4 هر کس خواست من رو بر خواست خودش مقدم بدارد من خدا آسمان و زمین را ضامن روزیش میکنم. آسمان و زمین رو ضامن روزیش میکنم. آسمان باران میباره براش، زمین نعمت رو بهش میده. کنایه است، یعنی از همه جا من روزیشو میرسم بهش، غم روزی هم نمیکنم. و 5 فرمود در پشت هر تجارت و معامله‌ای من به نفعش هستم. من به نفعش هستم. گاهی خود میخواد خونه بخری، بله یه چیزی تو کلت میفته از خریدن و خونه جا میکنید منصرف میشی، میری یک کار دیگه انجام میدی، بعد میبینی که خوب شد من این کار انجام ندادم، این کار انجام دادم. خودت نبودی، یه دستی تو کار بوده. فلان درس رو میخواستم شروع کنم نرفتم پیش فلان استاد، رفتم اونجا. بعدا میفهمی استاد انحراف فکری و عقیدتی داشت، خوب شد که درسش نرفتی. آقا بعضی مواقع این علم‌های بی‌برکت میشه. روزا به تو فضای مجازی طرف ملبس اومده خیلی از وقایع تاریخی صدر اسلام رو خشن میگه
من برای شهادت امام جواد چرا مدعی بودم؟ معمم ببین هست. چرا؟ دیگه زن اولش حق داشته استجابه بودم. امام جواد زن اول داشته، رفته خانم دوم گرفته ازش بچه دار شده، این خانم رفته سم داده امام جواد رو شریف نیست. این میشه یک علم بی‌برکت. علم بی‌برکت. خب خدای متعال می‌فرماید خب این درس رفتن یک نوع تجارت دیگه، تجارت علمیه، تجارت معنویه. درست شد؟ پیش هر استادی انسان درس آموختن مجاز نیستی. نمیدونم از علامه طباطبایی دیگه فرمود اگه انسان در زندگی طلبگی نصف عمرش دنبال یک استاد خوب بگردد، نصف عمرش دنبال استاد خوب بگرده تا نصف دیگر عمرش رو کنار استاد خوب باشه میارزه. نمیارزه؟ چرا برخی از بزرگان عمرشون با برکت بوده؟ استاد خوبی داشتن. چرا علامه طباطبایی درخشید؟ ایشون اول طلبگیش نگاه کن، حافظش ضعیف بوده، استعداد چندان قوی هم نداشت، اما خدا توفیقش داد رفت نجف. رو کرد لحظه تعمیر گفت یا علی من در این شب کسی رو نمیشناسم، خودم رو سپردم به شما. امیرالمؤمنین هم تو مسیر علمی علامه طباطبایی کی رو سرد کردن؟ مرحوم سید علی آقای قاضی طباطبایی. رو شد علامه طباطبایی. این میشه علم مبارک. پشت هر تجارتی من خدا هوایش رو دارم، نمیذارم در این معامله ضرر. عرض بنده امروز 2 کلمه شد. هوای خدا هوای خودمون، خواست خدا خواست خودمون. امام حسین چی میگه؟ سلام الله علیه فرمود خواست ما اهل بیت خواست خداست. درست شد؟ پس همیشه رضایت و خواست خدا را بر خواست و رضایت خودمون مقدم بداریم. این نکته اول. نکته دوم، با جوانان وقتی سوال میکنید میگه خب آقا اگه ما خواست خدا رو مقدم بداریم چی گیرمون میاد؟ بله؟ با دنبال منافع هستیم دیگه. امام باقرم از قول خدای متعال خدا میگه اگه خواست منو مقدم بداری منم 5 چیز بهت میدم، 1 برابر 5. تو یک کار بکن، خواست من خدا رو بر خواست خودت مقدم بدار، من نقدم 5 چیز بهت میدهم. خیلی این جمله امام حسین فدایی رضا الله رضانا اهل البیت. حالا بیایم تو تک تک کارهای خودمون عمیق بشیم. این رضایت خدا هست یا رضایت خدا؟ خیلی کار خودم داره میگم. کارمون گیره. رجا بودید کارمون تو عروسی های ما رضایت خدا هست، تو عزاهای ما رضایت خدا هست، تو درس ما رضایت خدا هست، تو منبرهامون رضایت خدا هست، تو معاملات ما رضای خدا هست یا نه؟ من میخوام سر تو کلو بذارم، تو میخوام سر من کلو بذارم. 2 تا مسلمان 2 تا شیعه. دقت کردیم؟ این به خاطر اینکه ملاکان میلیاردها از بین رفته است. رضایت شیطان مقدم بر رضایت خدا شده است. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب. خدایا در آستانه میلاد با سعادت حضرت سیدی طاهره سلام الله علیها هستیم، به حضرت زهرا قسمت میدهیم
این باقی مانده عمر ما را در مسیر تحصیل رضایت خودت قرار بده. در دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مفرما.